هنگامی که عمر ماه به نیمه نزدیک می شود، نیروی جاذبه ماه آب خلیج فارس را مانند تمام دریاها به سمت خود می کشد. سطح آب که بالا می آید، کشتی‌های اقیانوس پیما می توانند به بندر امام خمینی وارد شوند. نیمی از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور داخل این کشتی‌ها هستند تا در این بندر تخلیه شوند. بندر امام خمینی تنها اسکله‌ای است که می‌تواند پذیرای کشتی‌هایی با این توناژ باشد. مواد سوختی نیز در بندر ماهشهر و در مجاورت بندر امام تخلیه و بارگیری می‌شوند. غافلگیری وجود ندارد. نیروی هوایی عراق می‌داند که بهترین زمان هدف قرار دادن کشتی‌هایی که به مقصد بندر امام خمینی و ماهشهر کالا و سوخت می‌برند همین زمان است، اواسط هر ماه. خلبانان کشورمان نیز می‌دانند که باید با چنگ و دندان از بنادر و کشتی‌ها دفاع کنند. جنگنده های F-14 در زمان تولید از بالاترین تکنولوژی روز برخوردار بود، آنچنان که هنوز هم نامشان در فهرست مجهزترین و گرانترین جنگنده های دنیاست. این مجموعه اما داستان تلاش مردانی است که بدون برخورداری از امکانات کامل این جنگنده و در دوران دشوار تحریم‌ها توانستند این پرنده جنگی را به طور کامل به خدمت بگیرند و از آن سلاحی هراس‌آور برای دشمن بسازند. کابوسی که خلبانان عراقی مجهز به پیشرفته ترین هواپیماهای جنگنده را به وحشت اندازد. جزیره خارک. نفتکش‌ها در دو اسکله تی و آذرپاد پهلو می‌گیرند تا نفت خام از مخازن جزیره به کشتی‌ها منتقل شود. تنها چند ساعت پس از اولین حمله هوایی عراق، خلبانان F-14 پایگاه شیراز خود را روی جزیره خارک می‌رسانند تا مانع حمله به جزیره و تأسیساتش شوند. تنها یک هفته پس از آغاز جنگ، در اولین درگیری‌های هوایی، 1 فروند F-14 ایران به خلبانی سروان اسد عادلی و محمد مسبوق، 1 فروند میگ 23 عراق را که مأمور بمباران جزیره خارک است، سرنگون می‌کنند. این زنگ خطری است برای عراقی هایی که گمان می‌کردند نیروی هوایی ایران پاچیده شده است. خلبانان F-14 نیروی هوایی با پرواز بر فراز جزیره خارک اجازه حمله جدی به این جزیره را به عراقی ها نمی‌دهند. آنها این رویه را تا 6 ماه ادامه می‌دهند. شواهد اما از طولانی تر شدن جنگ خبر می‌دهد. با طولانی شدن جنگ، فرسودگی موتورها و قطعات F-14 و تحریم تسلیحاتی امریکا، فرماندهان نیروی هوایی به استفاده بهینه‌تر از جنگنده‌ها و خلبانانش فکر می‌کنند.
با همکاری سازمان کشتیرانی، وزارت نفت و نیروی هوایی و دریایی ارتش طرحی با نام اژدر تدوین می شود. بر اساس این طرح، کشتی‌هایی که کالاهای اساسی و مورد نیاز ایران را به مقاصد بندر امام خمینی و ماهشهر حمل می‌کنند، پس از گذر از تنگه هرمز به صورت کاروانی در پناه ناوشکن‌های نیروی دریایی به سمت شمال خلیج فارس حرکت می‌کنند. با حرکت کاروان از تنگه هرمز به سمت شمال خلیج فارس، همزمان نفتکش‌هایی که نفت خام ایران را از پایانه‌های خارک دریافت کرده‌اند، به سمت تنگه هرمز حرکت می‌کنند. در تمام این مدت نیز F-14 های پایگاه هفتم شکاری شیراز و هشتم شکاری اصفهان با پشتیبانی تانکرهای سوخت رسان به طور مداوم بر روی کشتی‌ها پرواز خواهند کرد. اهمیت طرح اژدر فراتر از یک جنگ در آسمان و دریاست. مایحتاج مردم مثل گندم، برنج و روغن از یک سو و درآمد کشور از دلارهای صادرات نفت که خریدهای تسلیحاتی را تأمین می‌کند، از سوی دیگر وابسته به اجرای درست این طرح هستند. تعدادی جنگنده آمادند تا در صورت اشکال فنی برای F-14 های عملیات با آنها جایگزین شوند. در هوا نیز طوری برنامه‌ریزی می شود تا هنگامی که F-14 های گشت برای سوختگیری به منطقه پروازی تانکرها می آیند، پرنده های دیگر جایگزین آنها شوند. خلبانان F-14 به همراه فانتوم های پایگاه بوشهر باید در برابر تهاجم خلبانان عراقی که به پیشرفته ترین جنگنده ها مجهز هستند مقابله کنند. یکی از درگیری های خلبانان در طرح اژدر در سال 1362 اتفاق می افتد. جایی که 2 فروند F-14 ایرانی مأمور پوشش هوایی نفتکش‌ها هستند. خلبانان یکی از این F-14 ها سروان فضلالله جاویدنیا و ستوان محمد عقبایی هستند. نیروی هوایی مأموریتی به هواپیمای F-14 داد و اون این بودش که در هر حمل کاروانی از عبیم بوشهر الی بندر امام 4 فلایت جداگانه از طریق اصفهان و 2 فلایت از شیراز با پشتیبانی های مختلف، یعنی اگه 4 فلایت از صبح میخواست پرواز کنه، وقتی ساعت پروازشون به 4 الی 5 ساعت میرسید، 4 فلایت رزرو یا پشتیبانی جایگزین میشد و کاروان ها رو از عبیم بوشهر تا پشت پایین خارک و بردن به بندر امام هدایت میکردن. که در این پروازها 2 فروند هواپیماها یه لیدر، یه وینگمن، تاپ کاور کاروان بودن که هواپیمای دشمن به اینا صدمه نزد. یکی از این پروازها در تاریخ 12 دی ماه بودش که ما از صبح رفتیم واسه پرواز و لیدر پرواز با سرهنگ بابایی که معاونت عملیات اون. آقای بابایی به اتفاق سروان انصاری لیدر فلایت بودن، من به اتفاق قهرمان جنگمون اگر اسمشو بذاریم کم نگفتیم، آقای جاویدنیا هم وینگمن ایشون. پس از 2-3 ساعت پروازی که با هم انجام میدادیم، ایشون به یه سبک خاصی پرواز میکرد. حالا گذشته از اون تاکتیکی که باید انجام میدادیم و خب خسته کننده است پرواز تاکتیکی در جنگ، به ایشون گفتیم که یک خسته شدیم. گفت خب چی میگین؟ یا به اصطلاح به اون لهجه خودشون فرمودن که چی تا هست اینقدر غر میزنین؟ گفتیم خب ما خسته شدیم تو بال شما.
گفت شما لیده داشته باشید. ما که لیده داشتیم، 2 پس که رفتیم روی کاروان ها میرفتیم تا خور عبدالله و برمیگشتیم میومدیم. پس سوم دیدیم یه فلایتی هم جداگانه داره تنهایی میپره. بابایی اون موقع معاونت عملیات ستاد نیرو هوایی بود. به من گفت روی رادیو جاوید ببین این هواپیما که یه دونه هست تنهایی هست کیه؟ من صحبت کردم دیدم که یدالله خلیلی هست از شیراز تیکاف کرده بودن. باهاش صحبت کردم گفت شماره دومون اشکال داشته، برگشت کرده به پایگاه. بابایی گفت بهش بگو بیاد تو بال ما سفروندی پرواز میکنیم. اینا گفتم ما از شیراز اومدیم لیدمون ابورت کرده. حالا تصمیم ایشون گرفتن گفت بیاین تو بال ما. ایشون هم داشته آوردن و ما شدیم 3 فروند. حالا لید فلایت با هواپیمای ماست که ما یه دفعه دیدیم 2 فروند هواپیما از طریق قسمت جنوبی فاو بین فاو و کویت به سمت شرق بود. ما به 3 تا فلایت گفتیم حواستون باشه رادار ما خوبه، موشک‌های ما در پوزیشن خیلی عالی هستش و 2 فروند هواپیما داره میاد به سمت ما. بدون اینکه صحبتی تو رادیو کرده باشیم، چون اونها میدونستیم که اگه ما داریم اونها رو استراق سهم میکنیم، اونها هم دارن ما رو استراق سهم میکنن. این بود که من با دست علامت دادم، بال هواپیما رو تکون دادم، شماره 2 و 3 جمع شدن و ارتفاع رو شروع کردیم به کم کردن تا نزدیک آب. پرواز کردیم به سمت جنوب. اینا اومدن دور و بر 1500 تا سطح آب. خب خیلی 3 فروند هواپیما سنگین، اونم F-14. ما اول لاک کردیم روی 15 مایلی، راک کردیم روی لیدر فلایت، دیدیم میاد. حتی این جمله رو من به زبان آوردم، گفتم جاوید وینگمنشون رو میزنیم. گفت خودت میدونی. ما رادارها رو استنبای گذاشته بودیم به خاطر که نمیخواستیم هواپیمای عراقی هم سرچ ما رو بگیرن، متوجه نشن که ما داریم روشون سرچ میکنیم. به دنبال یه موقعیت مناسبی بودیم که از حالت استنبای رادار رو در بیاریم، حالت ترانسمیت بذاریم و تارگت رو در یک موقعیت مناسب پیکاپش بکنیم که بتونیم موقعیت داشته باشیم برای شلیک موشک. که ما لاک کردیم، وایستادیم، هواپیما اومدش تا 10 مایلی، بازم ما نزدیم. در 10 مایلی دیگه موشک خودش اکتیو میشه. اکتیو به حالتی اطلاق میشه که وقتی موشک از هواپیما جدا شد دیگه نیازی به اینفورمیشن یا اطلاعات مادر نداره برای ردیابی هدف. خودش جدا شد، میگه اون هدف میره میخوره. فرصت خوبی بود برای زدن موشک. موقعیت هم تقریبا هدان بود، چون ما نیاز داشتیم که با اونها در یک راستا باشیم. اگر که در یک راستا نبودیم مثلا شانس اصابت موشک ما کمتر میشد. موقعیت خیلی مناسب بود، کاملا هدان بود و 9.9 مایل من موشک لانچ کردم. حالا بال چپمون جناب آقای یدالله خلیلی به اتفاق مسبوق ویژوال دارن موشک فالو میکنن. سمت راستم که معاون عملیات منطقه که نباید دست از پا خطا کنی، به اتفاق آقای انصاری 4 تا چشم 8 تا 4 تا ما 12 تا چشم موشک نگاه میکردیم. دایرکت ایمپکت یا مستقیما 500 کیلو موشک یا 1000 پوند موشک خورد به یه هواپیمای میگ 23 که وینگمن اینها بود و این یه شعله آتش شد جلو ما به صورت پایین اومد. ما که داشتیم اینو نگاه میکردیم، من دیدم لیدر اومد به صورت اینورت، اومد از روی فلایت ما 3 فروند کش کرد و رفت طرف عراق. عباس بابایی به تازگی از فرماندهی پایگاه اصفهان به معاونت عملیات نیروی هوایی منصوب شده است. با این وجود او مانند سایر خلبانان F-14 به صورت دوره‌ای در پروازهای طرح اژدر شرکت می‌کند. در بیشتر پروازها و این پرواز کابین عقب او ابراهیم انصارین است. همون موقع من
دیدم که شهید بابایی یکیشون رو دید که بالا سر ما رد شد. بعد ایشون تأمل نکردن، بلافاصله اینجوری هواپیما رو برگردوندن به پشت و دنبال این و داشتیمش. وقتی که هواپیما رو شما از پشت دنبال میکنین، اگر طرف با حداکثر سرعت بره، شما باید حداکثر سرعت اونو به اضافه یه چیزی که بهش نزدیک بشی باید بری. و شهید بابایی هم موتور رو وا کرده بود که اصلا همینجوری عقربه بنزین رو به کاهشه. شهید فقط به من گفتش آقای انصاری چشمت به بنزین باشه. بعد با تمام سرعت از پشت دنبال من گفتم که حداقل بنزین. یه ذره توجه نکردن. بار دوم گفتم حداقل بنزین آقای بابایی. بعد حداقل بنزین دوباره که گفتم دیگه مجبور چون نمیتونستیم برسیم، بنزینم بی خود رسی میکردیم. بعد برگشتیم. بعد از اینکه ما دور زدیم برگشتیم، بلافاصله جواب بابایی گفتش I have the lead، یعنی فرماندهی با منه. ما هم رفتیم تو بالش وایستادیم و هواپیمای شیراز هم تو بالش وایستاد و من این جمله رو گفتم اجازه میدین؟ گفت بفرما. که اینو توی روزنامه اطلاعات و کیهان هم نوشته. گفتم وقتی مولا علی روز جنگ خندق شمشیرشو زد، این جمله گفته شد: ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. حالا ما که به گرد پاش نمیرسیم ولی رهروان شیعه علی هستیم و این جمله رو گفتیم برای اینکه دلمون تسکین پیدا کنه. ایشون برگشت این جمله رو جواب داد، گفت آقای عقبایی بعضی وقتا شجاعت زیاده از حدم یه نوع انتحار است. توی بال وایستید. گفتیم چشم. جزایر فالکلند نزدیک آرژانتین. نیروی دریایی انگلیس که یکی از قوی‌ترین نیروهای دریایی جهان است، در جنگی برای تصرف این جزایر ضربات سختی از نیروی هوایی آرژانتین می‌خورد. ناوشکن شفیلد انگلیس مورد اصابت موشک اگزوسه شلیک شده از هواپیماهای آرژانتینی قرار می‌گیرد و غرق می‌شود. چندین شناور دیگر انگلیسی نیز از این موشک‌ها آسیب شدید می‌بینند. در نهایت انگلیس پیروز این میدان می‌شود، اما موشک اگزوسه در این میان برای خود اسم و رسمی پیدا می‌کند. فرماندهان نیروی هوایی عراق که پس از شکست در جبهه‌های زمینی تأکید خود را بر جنگ اقتصادی در دریا گذاشتند، به دنبال خرید این موشک از فرانسه هستند. پس از اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه بزرگترین تأمین کننده تسلیحات صدام است. فرانسه موشک‌های اگزوسه را در اختیار عراق می‌گذارد. این موشک‌ها ابتدا روی بالگردهای سوپرفلون نصب می‌شود تا آنها این موشک‌ها را به سمت نفتکش‌های ایرانی شلیک کنند. برد عملیاتی بالگردها کم است و هنگام فرار نیز سرعت کمی دارد. عراق بار دیگر دست به دامن فرانسه می شود. عراق از فرانسه جنگنده‌های میراژ مجهز به رادارهایی با قابلیت شلیک و هدایت موشک اگزوسه طلب می کند. فرانسه میپذیرد و در اقدامی عجیب تا آماده شدن میراژها 5 فروند هواپیمای سوپر اتاندارد به عراق اجاره می‌دهد. رسانه‌های غربی عنوان می‌کنند موشک‌های اگزوسه صادرات نفت ایران را قطع خواهند کرد. 1984, the Iraqi leadership decided to internationalize the war against Iran. And there was no other way of doing that but through attacks on international shipping that is moving towards the Kark Islands in order to load Iranian crude and export this to Japan and other countries in the West. The Iraqis immediately demanded from France the delivery of Mirage F1 equipped with Exocet air-to-ship missiles
But the French explained, sorry, we can't deliver this right away. We have first to develop a corresponding variant of Mirage F1. But they said, good merchants as they are, but we can loan 5 Super Étendards, which are also equipped with this Exocet anti-ship missile, to you for a period of 2 years. And within these 2 years, your new Mirages are going to be ready. And thus in October 1983, the Operation Sugar began. A French aircraft carrier approached the Turkish coast by night, launched these 5 Super Étendards, and then guided by a civilian Falcon 20 Beast jet, they flew over Turkey at low level between the mountains to Iraq by night. And these 5 Super Étendards started targeting tankers and other merchant ships off the Iranian coast during the winter and spring 84. And so it went from April, May, June until 27th of July, when 2 Super Étendards were underway along the Kuwaiti coast and then Saudi coast down the south, in southern direction over the Persian Gulf. And the following was explained by the Iraqi wingman in that formation. There was a warning on his radar warning receiver that there is a threat from direction of 270 degrees, which means directed towards west. A few seconds later, the aircraft of his formation leader blew up and disappeared. And without knowing what's going on and suspecting he's under attack by the Saudis, he turned away, beat a hasty retreat towards Basra and landed safely. And now there was a question, what happened? And the Iraqis asked in Saudi Arabia, and Saudi said, no, sorry, we did not do anything to your aircraft. The Iranians claimed a kill against a Super Étendard, but wouldn't say what has got it. Anyway, yes, it is true that at least that the French have loaned 5 Super Étendards to Iraq. And my newest research revealed that actually only 3 of these have been returned. So one was definitely shot down by the F-14s, and the second probably by the Iranian F-4s in April 84. سوپر اتانداردها حملات خود به نفتکش‌ها را آغاز می‌کنند و موفق می‌شوند به چندین نفتکش که حامل نفت خام ایران هستند صدماتی بزنند. بنابر گزارش‌ها 1 یا 2 فروند از این هواپیماهای مدرن توسط نیروی هوایی ایران سرنگون می‌شوند. با آمدن میراژها، سوپر اتانداردها به فرانسه پس داده می‌شوند. میراژها با بمب‌های لیزری به سکوها و پایانه‌های نفتی خاک حمله می‌کنند و با موشک‌های اگزوسه به نفتکش‌های حامل نفت ایران. هدف عراق فلج کردن اقتصاد ایران است. عراق می‌خواهد با جنگ اقتصادی در خلیج فارس سرنوشت جنگ را تعیین کند. با وجود کشتاری که F-14 ها از میراژ ها به راه میاندازند، نیروی هوایی عراق موفق می شود 55 کشتی تجاری و نفتکش ایرانی یا در اجاره ایران را در سال 1363 مورد اصابت موشک قرار دهد. تعدادی از این شناورها غرق می شوند. در حالی که نیروی هوایی عراق هر روز به سلاح جدیدتری مجهز می شود، ناوگان F-14 از کمبود قطعات یدکی رنج می برد. فرسودگی تامکت ها و خلبانانش و خلبانان فانتوم پایگاه ششم شکاری بوشهر باعث می شود تا عباس بابایی تدبیری بیندیشد. اولین فکری که توسط شهید بابایی شد این بود که پایگاه رو با هواپیمای F5 هم تجهیز بکنه. F5 به خاطر که با سرعت بیشتری میتونست اسکرامبلش بلند شه از زمین زیر 5 دقیقه و از طرفی هواپیما خیلی ریز بود، کوچیک بود،
و دشمن به سادگی F4 نمیتونست ببینتش. بنابراین این طرح با ابلاغ به پایگاه دسفول حدود 10 تا 12 نفر از خلبانا با هواپیما بلند شدیم رفتیم به بوشهر، عملیاتی شد. اما هواپیمای F5 به دلیل اینکه تک کابینه است و امکانات پرواز رو آبش خیلی ضعیفه و هر آن احتمال داره که خلبان‌ها دچار اون حالت سرگشتگی و گیجی بشن و در آب سقوط کنن، به ویژه وقتی که درگیری قرار هست انجام بشه. و ضمناً شهید بابایی تاکید داشت که ما حتما در ارتفاع خیلی کم، یعنی حدود 100 پا رو جزیره یا اطراف جزیره بپریم که دشمن دیگه به هیچ وجه ما رو نبینه و در واقع غافلگیر و اسیر ما بشه. دو مسئولی که اون روز با ما بودن، جناب سرهنگ اون زمان بقایی و سرگرد بیرجند بیک محمدی شهید والا مقام جنگ ما، با دو دیدگاه اینجا در واقع مواجه شدیم. امیر بقایی امروز ما نظرش این بود که با توجه که F5 قبلا در بوشهر پرواز کرده بود، بچه‌ها تجربه روی آب رو داشتن، میتونن این کار رو انجام بدن. اما شهید بیک محمدی نظرش بر این بود که درگیری هوایی متفاوت است با پرواز ساده معمول روی آب و تو درگیری ما به خاطر که تک خلبان هستیم احتمال داره که سانحه رو یعنی با ریت بالایی بدیم. نتیجه بعد از 15 روز این شد که F5 خطرناکتر است نسبت به اون بهره‌ای که خواهد داد. طرح بعدی این شد که آلرت F14 رو ما در بوشهر داشته باشیم که این یک کار بسیار بزرگ بود، به خاطر که این هواپیمای F14 هواپیمای فوق‌العاده پیچیده و فوق مدرنی بود، تجهیزات زیاد می‌خواست، پرسنل خیلی بالایی می‌خواست در اونجا از نظر تعداد باشن. خلاصه یک بار سنگینی رو به این پایگاه هم تحمیل می‌کرد. اما به هر حال بعد از سبک سنگین کردن و به نتیجه رسیدن که این کار متناسب تر است، هم زودتر ما در اختیار رادار قرار میگیره و میتونه با دشمن مقابله کنه، هم از طول پروازهای F14 کم میشه. این طرح بالاخره پسندیده و قبول شد و ما به بوشهر به حساب اعزام شدن و اونجا مستقر شدن. از اینجا به بعد ما حالا در بوشهر هم F4 رو داریم هم F14 رو داریم که با کمک هم دیگه به صورت آلرت هواپیما آماده، خلبان آماده و با زنگ اسکرامبل ظرف اون مدت حداقل زمان که میتونستن بلند میشدن و در اختیار رادار قرار میگرفتن برای مقابله با دشمن. 15 آذر ماه 1364 100 نفر از خلبانان و نیروهای فنی به همراه 8 فروند F14 از پایگاه اصفهان به پایگاه ششم شکاری بوشهر می آید. خلبانان F14 در قالب طرح اژدر سنگین‌ترین ضربات را به میراژهای عراقی وارد می‌کنند تا جایی که راهبرد خلبانان عراقی اجتناب از درگیری با F14 ها مگر در مواقع ضروری است. در برنامه آینده به درگیری‌های خلبانان تامکت بر فراز خلیج فارس خواهیم پرداخت.